السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بفرمایید. جان عزیز سوال بود. همین قرآن از یاد داریم. همین خیر الحمدلله ذهن سازه. همین یکون دعایی نیست بخونیم. ذهن باز هم تسته شود استاد جان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، الله تعالی ما و شما را امر میکند واسأل الله من فضله. از فضل الله تعالی بپرسید. الله تعالی وقتی که پرسیده می شود خرسند می شود و فرزند آدم وقتی که پرسیده می شود غضب می کند و این صفت کمال است که وقتی که پرسیده می شود خرسند می شود و می دهد. الله تعالی ذات کریم است. بنابراین با هر زبانی که برای تو میسر است از الله تعالی هر چی می خواهید پرسیدن می گیرید. ذهنی تیز و این چنین بعد از اینکه از الله تعالی ذهنی تیز علم فهم می پرسید باز به گناه ها استغفار می پرسید. الله تعالی می گوید که واتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا کنید الله تعالی برای شما علم می دهد. و گناه سبب ندر آمدن علم و حفظ نشدن و فراموش شدن علم می شود. شکوت الى وکیع سوء حفظی فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه العاصي. امام شافعی میگن که به حضرت وکیع شکایت کردم. شکوت الى وکیع سوء حفظی. سوء حفظ یعنی حفظم سست بودنش شکایت کردم. حالا که در بعضی روایت ها در 6 روز موطأ مالک حفظ کردیم. زیاده از 2000 حدیث دارد موطأ امام مالک. در 6 روز حفظ کردیم. با وجود می شکایت کردیم که شکوت الى وکیع سوء حفظی. با امام وکیع بدی حفظی خود را شکایت کردم. شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی. او برای ما راهنمایی کرد که گناه کم کنم. و قال اعلم بان العلم نور. و گفت که این بدان که علم نور است و نور الله تعالی با گناهکار داده نمیشه. و شیخ الاسلام الله تعالی رحمت کنه اگر یک مسئله رو نفهمم علال خصوص مسئله های تفسیر میگن که 1000 مراتب یا زیادتر از این یا کمتر از این استغفار میپرسیدم تا اون وقتی که الله تعالی مسئله رو برایم نکشد. بله. و این شنی احترام اهل علم. اهل علم احترام میکنید. از غیبت زبانتون نگاه میدارید. به علم عمل میکنید. انشاءالله کشایش میشد. تقوا را پیشه کنیم استاد. بله بله. خیلی مال استاد. در پناه خدا الله جزای خیر کنه.